سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای انصاری عزیز و برادر سلیمانی عزیز، علیکم السلام. من از ایران خدمتون تماس میگیرم، از یکی از شهرهای مرزی ایران. من خیلی از برنامه‌تون تشکر میکنم. خواستم خدمتون عرض کنم که من حدود تقریبا 2 هفته است که مسلمان شدم. قبلا من ملحد بودم، به خدا اعتقادی نداشتم، کمونیست بودم و خدا رو شکر با برنامه کلمه آشنا شدم. در اونجا مطالبی که اسلام ستیزان مطرح میکنن اونجا مطرح کردن و جواب دادن و خداوند منو هدایت کرد و من از اونها تشکر کردم. میخوام از شما هم تشکر کنم، مخصوصا این کلیپایی که میذارین جواب این روافض رو میدین، خیلی خوبه، خیلی عالیه. مخصوصا از آقای سلیمانی عزیز که واقعا خیلی زیبا قرآن رو بیان میکنند و من به خاطر قرآن ایمان آوردم، مسلمان شدم. فقط به خاطر قرآن، به خاطر اینکه قرآن یک معجزه است، در اون هیچ نقصی نیست، با توجه اینکه طی 23 سال مطرح شده، نازل شده و قرآن پر از معجزات علمی قویه و قرآن کتابیه که هیچ کس نمیتونه مثل اون بیاره، هیچ کس نمیتونه مثل قرآن کتابی رو بیان کنه. من تحقیقات زیادی کردم در مورد ادیان مختلف مثل مسیحیت. من انجیل رو خوندم، مثل دیانت بهایی کتاب اقدس، کتاب ایقان، خیلی تحقیق کردم. کتابای آقای استیون هاوکینگ رو خوندم که ایشون کمونیست هستند و معتقدن خدای وجود نداره. و بعد از سالها من کمونیست بودم و به خدا اعتقاد نداشتم و خداوند منو هدایت کرد. انشالله من همراه با شما عزیزان در بهشت رضوان کنار سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. آمین. خداوند انشالله شما رو در بهشت قرار بده. برادران عزیز، خدا ازتون راضی باشه. السلام علیکم و رحمت الله. انشالله که الله تعالی ما و شما و همه امت اسلامی رو در اون مکانی که زبان از وصفش عاجزه، در بهشت برین خودش، در بهشت فردوس، در کنار سید المرسلین صلی الله علیه و سلم قرار بده تا در اونجا بوسه‌ای بزنیم بر پیشانی مبارکش، بر دست‌های نازنینش و اون رو در آغوش بگیریم و ببوسیمش و دیگر انبیاء الهی رو و دیگر اولیا رو و دیگر صالحین رو. و حقیقتاً آنچه که این برادر عزیزمون اشاره فرمودن همون موضوعی بود که ما در ابتدای صحبت میکردیم، تأثیر قرآن کریم بر روح و روان انسان. قرآن کریم معجزه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم و معجزه جاویدان الله تعالی است و بزرگترین دلیل حقانیت اسلامه. و اگر ما به قرآن کریم برگردیم، قرآن کریم برای هر اعتقادی، برای هر باور باطلی حرف داره برای گفتن. قرآن فقط نیامده که یک قوم، یک گروه یا یک زمانه رو از گمراهی نجات بده. برای تمام زمان هاست، برای تمام اقوامه و برای تمام افکار و نظریات باور هاست. و حقیقتا اقیانوس، تعبیر اقیانوس هم حتی بی انصافی، بی مهری درباره قرآن اگر استفاده بکنیم، این بحر بیکران، این نور عظیم، واقعا انسان در هر گوشه از این کتاب وقتی که تدبر میکنه هوش از در انسان میپره و واقعا انسان در حیرت میمونه که 1400 سال تمام دشمنان اسلام دندون تیز کردن تا از این کتاب نقطه ضعفی پیدا بکنن، اما نتونستن. در آیه 82 سوره مبارکه نساء الله تعالی میفرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن نمیاندیشند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این کتاب از جانب غیر الله تعالی می بود در اون اختلاف‌های بسیار زیادی می‌یافتند، اما هرگز کسی نتونست به این کتاب نقطه ضعف پیدا بکنه. این کتاب رو نه ادیبان تونستن حریفش بشن در ادبش، نه نظریه پردازان تونستن در نظریاتی که مطرح کرد قرآن. در همه زمینه‌ها حرف زد. در اقتصاد نظر داد، در سیاست نظر داد، در اعتقاد نظر داد، در زندگی دنیا نظر داد، در تمام آنچه که به زندگی دنیا، در جزئیات زندگی فردی و اجتماعی انسان مرتبط میشه نظر داد، احکام مطرح کرد. در طول 23 سال اینها به صورت مجزا نازل شد، قطعه قطعه، آیه آیه، و چنان نظمی پیدا کرده و چنان نظمی داره که انسان در هوش و حیرت میمونه.
و حتی در عصر و زمانه ما هم بسیاری از فیزیکدانا رو به زانو در آورد، بسیاری از شیمیدانا رو به زانو در آورد، بسیاری از ستاره شناسان رو به زانو در آورد. کسانی که در علم خودشون به اوج رسیده بودن، وقتی که اومدن به خیال خودشون که نقطه ضعف پیدا بکنن از قرآن کریم در همون علمی که اونها ادعا می‌کردن که به اوج رسیدن، زانو زدن در برابرش و دیدن که نه، این کتاب خیلی فراتر از اون چیزیه که ما فکر می‌کردیم. و یک هدیه‌ای هم برای این برادر عزیزمون و همه شما بیننده‌های عزیز داشته باشیم. بحث از صحبت از اعجاز علمی شد و من خیلی دوست دارم که فرصتی پیدا بشه در این باب مفصل باشم عزیزان صحبت بکنیم، اما فقط یک آیه در سوره مبارکه یاسین به عنوان یکی از بحر بیکران، یک قطره از این دریای بیکران، اعجاز علمی قرآن برای اون کسانی که فکر میکنن که قرآن فقط کتاب اون کسایی است که داخل غار نشستن. نه، قرآن اومده تا انسان رو در بطن جامعه پرورش بده. انسان اومده مبارزه میکنه با غار نشینی، مبارزه میکنه با دوری از جامعه، مبارزه میکنه با اینکه انسان بره یه گوشه بشینه فکر خودش باشه. قرآن اومده تا انسان رو بیاره در بطن جامعه، انسان یک مهره مفید باشه، مثمر ثمر باشه. میدونیم که در موضوع اینکه زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه، کدوم میچرخه، تا یکی دو قرن پیش خیلی سر صدا بود، مخصوصا در بین مسیحیت و نصرانیت. اینها میگفتن هر کسی که بگه این زمینه که به دور خورشید میگرده کافر شده و اون رو تکفیرش میکردن و چه بلایی که سر اون گالیله بیچاره در نیاوردن و دیگران که همچین نظریاتی داشتن. در آیه 40 سوره مبارکه یاسین درباره خورشید و ماه الله تعالی این گونه میفرماید. در آیه 40 با هم ببینیم آیه رو. میفرماید که للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. للشمس ینبغی لها، خورشید رو شایسته نیست، نسزد که به ماه برسد. ان تدرک القمر، که ماه رو فرا بگیره، درک بکن. ولا اللیل سابق النهار، و نه روز میتونه سبقت بگیره بر شب، یعنی اینکه جای همدیگر رو بگیره. و کلون، دلیل اینها چیه؟ چرا شمس نمیرسه به قمر و چرا روز و شب با هم در آن واحد در یک نقطه در یک مکان تداخل پیدا نمیکنن؟ و کلون فی فلک یسبحون، چون که همه اینها در یک مداری یسبحون شناورن. روی این کلمه و کلون فی فلک دقت کنید. 1400 سال پیش قرآن کریم آمد و اشاره کرد که نه تنها زمین خودش یه مداری داره به دور خودش، نه تنها ماه یک مداری داره به دور خودش، نه تنها خورشید یک مداری داره به دور خودش، همه اینها مدارهایی دارن به دور هم. ماه به دور خودش هم میچرخه، دور زمین هم میچرخه، ماه و زمین دور خودشون هم میچرخن و دور خورشید هم میچرخن و تمام منظومه شمسی و خورشید خودشون هم باز در یک مدار دیگری باز در حال چرخشن. این رو الله تعالی 1400 سال پیش در کلامش این رو مطرح فرمود. و عجیبه که حالا بریم سراغ آیه. دقت کنید که خود این آیه هم یک مداری داره که در حال چرخش. اعجاز این آیه رو ببینید در چند باب. یکی بخش علمیش بوده که حالا بخش ادبیش رو ببینیم با هم. کلون، کاف لام ف، یا ف لام کاف. این کلون، تعبیر کلون فی فلک که فرمود هر کدوم در یک مداری هستن، خود این کلمه هم یک مداری داره، خود این هم در حال چرخشه. نه تنها که الله تعالی فرمود این ماه و خورشید و به هر حال آن چیزی که در آسمان ها هستن همه در یک مداری هستن، خود این کلمه کلون فی فلک هم در یک مداره. ببینید چطور. الان کلون فی فلک از آخر بیایم اول، یعنی از آخر بخونیم. از اینجا کاف لام میشه کلون فی فلک، از آخر هم میشه کلون فی فلک، از اول هم میشه کلون فی فلک، کلون فی فلک، کلون فی فلک، کلون فی فلک، کلون فی فلک. خود این آیه هم در حال یک مداری داره، خود این کلمات هم یک مداری داره که داره میچرخه. چه از آخر بخونید به اول بازم میشه کلون فی فلک، از اینجا هم بخونید کلون فی فلک، کلون فی فلک. انگار که خود آیه هم در یک مداری داره میچرخه. آیا امکان داره که یک انسانی 1400 سال پیش
انسانی که خوندن نوشتن هم بلد نبود. یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که تا آخرین لحظه حیات نه خوندن بلد بود نه نوشتن. نیازی نداشت. ما برای اینکه یاد بگیریم نیاز به خوندن نوشتن داریم. یکی از اسباب خوندن نوشتن، یکی از اسباب تعلیم علم خوندن و نوشتنه. ولی خب خیلی هستن نابینا هستن، خوندن نوشتن بلد نیستن، اما علامه هم هستن، عالم هم هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشون نقص نبود این کار که خوندن نوشتن بلد نبودن. بعضی متاسفانه میگن پیامبر بی سواد بود. فکر میکنن بی سواد مثل بی سوادی امروز ماست. نه، خوندن و نوشتن بلد نبود، اما بزرگترین معلم بشر بود. مستقیم از الله تعالی میگرفت علمش رو. الله تعالی هر چی نیاز داشت بهش تعلیم میده، مستقیم بدون که خوندن نوشتن بلد باشه. حالا آیا همچین تعبیری، همچین نظریه علمی که 1400 سال پیش مطرح شده، ما تازه یکی دو قرن بین دستاوردها است، خود آیم در یک مدار کلم فی فلک کلم فی فلک کلم فی فلک کلم فی فلک، یک مدار بیضی شکل خود آیم داره و مثل اون مدار بیضی شکلی که زمین به دور خورشید داره، مثل همون مدارهایی که هسته الکترون های دور هسته اتم دارن، مثل همون مدارهایی که حجاج بیت الله الحرام و زوار کعبه به دور کعبه دارن، مثل اون مداری که شب و روز داره، مثل اون مداری که تمام ذرات عالم دارن. و می‌دونیم که حرکت دورانی از مهمترین حرکت‌هایی است که در علم فیزیک مورد بررسی قرار می‌گیره و در فیزیک حرکت به هر فیزیکایی که مرتبط به این موضوع هست، مباحثی که در فیزیک مرتبط به این موضوع هست و این آیه هم اشاره به این موضوع داره.